خب سلام و عرض ادب خدمت همه عزیزان. امیدوارم خیلی روز خوبی رو شروع کرده باشید و امروز ما تقویم اقتصادیمون خیلی خلوته بچه ها. از نظر فاندامنتالی ما در واقع میشه گفت که محرک خاصی برای حرکت نداریم، فقط میتونیم به 9:30 صبح سی پی آی ژاپن ببخشید آلمان یه اشاره ریزی داشته باشیم و با ببینیم که دادای تورمی آلمان چجوری میاد. هرچند هفته پیش دیگه اروپا یه ذره تکلیفش رو روشن کرد با تورم. بعد از اون هم تو سشن در واقع نیویورک ما هیچ داده خاصی رو نداریم بچه ها. نمیشه واقعا اصلا راجع به فاندامنت. خب بچه ها، پوزیشن جی پی به یو اس دی تی پی یکش خورد. ببین ما اینجا گرفتیم پوزیشن رو. اولا که اینجا چنج اف کاراکتر رو اینجا داشتیم، بی او اسش وقتی انجام شد من یه اوردر بلاک کوچیک اینجا دیدم، مخصوصا توی تایم فریم پایین اسکلپ قرار بود بکنیمش دیگه. یه خدمتتون عرض کنم که اوردر بلاک کوچیک اینجا دیدم، ریسک هم داشت، به خاطر همین استاپمون یه ذره شاید بزرگ شدهش و این تا اینجاها اومدش، ولی خوب بودش، ورودمون خیلی خوب بود. اگر اونجا هم نتونستید وارد بشین، در لحظه ای که این بریک انجام شد و تایید به مداد نتونستید وارد شید، دقیقا 10 دقیقه بعدش بچه رو این کندل ورود بهتون داد و اینجا هم میتونستید وارد بشید. حالا سود تقریبا خوب میگرفتید. فکر میکنم که به تیپی دومون هم برسیم، هرچند ما ریسک فری کردیم و الان استاپمون دیگه در واقع میشه گفت اینجاست. هرچی به ما بده سوده. اگر که برگرده تا صفرمون هم برگرده، به نظر من حتی میتونه دوباره روند سودی داشته باشه، چون ما آقای صادقی عزیز، من اصلا و ابدا دوست ندارم در این سطوح فروشنده شاخص ها باشم، به خاطر حالا فاندامنتالش که به توضیح دادم، ولی از نظر تکنیکالی هم نگاه کن. ما بین دو تا رنج داریم حرکت کنیم، بذارین رنج شکسته بشه، بعد اون موقع برای ورودش تصمیم گیری میکنیم. حالا دیدید